سلام، خوش آمدید به چنل ما. با یه ریاکشن به موزیک اومدیم. موزیک آماده باش از محمد رضا شایع، رپر مورد علاقه خودمه. تا الان چنین کاری نکردم، جز اولین فعالیت های من توی یوتیوبه، ولی خب دیدم به هر حال آهنگ قدیمیه و آهنگ مورد علاقه خودمه، یعنی جز 3 آهنگیه که تو کل زندگیم دوستش دارم قطعا. حالا میریم مثلا یه ریاکت هایی میدیم به قسمت هایی که ازش دوست داریم. بسم الله الرحمن الرحیم، بفرما. نمیدونم تنظیم کننده اینا کیه ولی میدونم خواننده‌اش محمد رضا شایع است. اون موقع با حمید رضا جعفری کار میکرد، منیجرش حمید رضا جعفری بود، جفری. با من هیچ کس مهربون نبود، یادم دادن همه چی و به زبون نگو. بستگی داشت پشت چه قرصمون بربی و چیه آهتمون. یه سری اون مفخور بابامون تش سر کار دو سه ما باز. راست میگم، یه سری همون مفخور بابامون تش سر کار 2-3 ماه با زور. یعنی بابا داده دیگه، خوردی، حالا یه 2-3 ماه هم میری سر کار، برمیگردی دوباره باز بابا پول میگیری. یه سریمون زندگی و تو کتابا خود جوونیشو گذرون زیر نور آباژور. یه سری هم که زندگی رو زیر نور آباژور رو، یعنی درس خوندن و دانشگاه و این چیزا همینجوری گذرون دیگه. اما ما زدیم به خیابون این طلبکارا. قانون اول سرم بالا خاطرها داره خیابون و شب از ما. میگه اما ما رو میگه و اما ما زدیم به خیابون. یه سری هم دیگه تو کوچه خیابون بزرگ شدن دیگه، یعنی کاسب بودن، کوچه بازاری بودن، با کوچه خیابون گنده شدن، یاد گرفتن، تجربه کسب کردن. خب اینجا هم خودش رو مثال میزنه شایع. زیر نور آباژور. اما ما زدیم به خیابون این طلبکارا. قانون اول سرم بالا خاطرها داره خیابون و شب از ما. من فنچلای گرگا زیر لبت ترس میخوندم آی قرآن. میگه من فنچلای گرگا زیر لب ترس میخوندم آیه قرآن. یعنی از اون بچگی خیلی بچه بودم که توی این جمعای گنده و خفن بودم. اون موقع اینقدر میترسیدم که زیر لب آیه قرآن میخوندم که بلایی سرم نیاد. نمایدار بودم نه واسه ماهی دلار، رویا ارسام بشم نه خواب رویا. آره، به خاطر این موزیکو دوست دارم که هر چیزی میگه رو تقریبا انگار من درک میکنم از ته دل. میگه نه مایه‌دار بودم نه واسه مایه دلار، رویا ارزام میکرد نه خواب رویا. میگه نه بچه پولدار بودم، نه اینکه واسه پول هر کاری کردم و خب نه رویا ارزام میکرد نه خواب رویا. یعنی باید میرسیدم، نه فقط بهش فکر کنم. آویزون بودم از خودم، تنها راهیم بود خوب عمل کنم. فکر افتام تو تولدم، اما خدا دور شدم، هم دورم از دورم. داد میزنه صدا تو سرم بلند، اون بقیه که نمیتونن تو نه. اگه مرگ حق بنزم حقه، به چشم میبینی یه رو تو کوپاشم $. اگه مرگ حقه پس بنزم حقه دیگه. من اینجوری فکر کنم شایع هم اینجوری فکر میکرده. خیلی خفنه این موزیک. بکشیم زیر پام زمینم بزنیم، من یه شیر هارم. شیر لقب محمد رضا شایع است، لقبیه که خودش به خودش داده، برازندش هست. مثل تیر شکار برسه افتازار، نیستم شبیه آدم. همه رفتن و من کردم سر هم هرچی که دارم. میگه تنها موندم و من خودم تنهایی هرچی که داشتم و رو هم گذاشتم و ادامه دادم. آماده باش هم تیکه پارم. ورس دوش هم خیلی قشنگه. بچه باز
کسی در نمیداره کوچه، همیشه هنوز گوش رفیقا به گوش، لیپتون و دکه و یه لیوان جوش، سیستم و لطف قضیه به سیگار روش. لیپتون و دکه و یه لیوان آب جوش، سیستم و لطف قضیه به سیگار روش. این کارا رو ما خیلی کردیم، یعنی حالا نه فقط من، خیلی از پسرا، 90% پسرا انجام میدن. میرن دم یه دکه یه چای نپتون میخورم. دست با دراسترمه به جاش مندنه، داشت کوچولوتون عشق شکار کردنه، با کم قره براش یه بارمن کمه. داشت کوچولوتون عشق شکار کردنه، با کم قره براش یه بارمن کمه. میگه زیاده خواه دیگه، یعنی من خیلی بیشتر میخوام، اصلا به کم قانع نمیشم. یه دونه باربند برای من کمه، 7-8 تا باربند میخوام وسیله‌مو بیارم. سیگار کنده قدما باسوچی که باشه گنده ترم، تا خدا میخواد بره بالا تخص خلبان برگمون. یه تا خدا بخواد بره بالا تخص خلبان، یعنی اگه خدا نخواد خلبان بالا مالا ها گم و گور میشه، یا یه خب مغز میخوره به زمین. سیم و مهر بزن الان را دور مام جری شبی مایی اگه آخ نگی خدا بزنم زمین سر پام سری، به خودت حال میدی اگه به همه حال ندی، به خودت حال میدی اگه به همه حال ندی. آره دیگه، راست میگه دیگه. خودت اولویت قرار بده، کاری نداشته باش با بقیه، اینجوری حال خودت هم بهتره. عشق بکن. نمون کسی منتظر ما الان همشون به تخمم نگاه، داشت بزرگم به گفتن نگاه بکنه این بوم سر صدا. کمتر بخواب بیشتر برو، از خودت بیشتر نمیخواد هیچ کس تو رو. کمتر بخواب بیشتر برو، از خودت بیشتر نمیخواد هیچ کس تو رو. دیگه میگه تلاش کن دیگه، هیچکی واسه تو تلاش نمیکنه، خودت باید قدم برداری و رو به جلو حرکت کنی. ناسه کار همه پیشرفت کن، سلامتی غرور مرد بریز الکلو، بچشین زیر پام زمینم بزنیم، من یه شیر هارم مثل تیر شکار بر سفت آزاد، نیستم شبیه آدم. این اول ویدیو هم گفتم، واقعا آهنگی که خیلی دوستش دارم، یه ترک خیلی قوی از شایع، خیلی هم انگیزشیه، به شدت پیشنهاد میدم. حالا هر وقت یه خورده حال مالتون اوکی نبود، نرمال نبودید، ای آهنگا برن و عشق بکن ورده، این موزیک رو بذارید، با تکستش یه خورده آدم جون میگیره به نظر من. همه رفتن و من کردم سرم هرچی که دارم، تمام دلهاش دلهاش هم تیکه پارم. گوش موشای شهر، این ورس 3 به نظرم خیلی خیلی خفنه به نظر من. دلهاش هم تیکه پارم. گوشی موشای شهر مثل من ندید پدید پره ولی بیان کرد، نبود کسی با بالا سری میبستم به دنیا ندم. یه توی این شهر به این بزرگی ندید پدید پره، یعنی کسایی که ندیدن، نکردن، نخوردن خیلی زیاده، ولی خب فرقشون با من اینه که حرکتی نمیکنن برای اینکه ببینن، داشته باشن. میگیری چی میگم؟ موشای شهر مثل من ندید پدید پره ولی بیان کرد، نبود کسی با بالا سری میبستم به دنیا ندا بدین هستم. تیر میکشید زیر 20 تنم، که اول رویارو با جیلیک زدم. تیر میکشید زیر 20 تنم، یعنی خیلی فشار روم بود، حتی همون موقعی زیر 20 سال بودم باز این چیزها رو میفهمیدم، فشار زندگی رو درکش میکردم. اولین رویایی هم که برای محمد رضا شایع به واقعیت تبدیل شده، مثل اینکه یه 405 GLX خریده. دیدم دو دستم دارم هرکی تیره میکنم، هرکی منو میبینه میرینه این منم، به چست پرس و فدار شب بیام پیشمون تو صبح گفتمان، پسرام یاد بگیرن نکته هم ولی همه چی تو باز پسرات نکن به نام. من اینا درس خیابون نمون جاش تو خط کشی پامون، دمم گرم دم مرد بیقانون، دمم گرم دم مرد بیقانون، یعنی دمم گرم که یه سری قانونا رو هم رعایت نکردم، قانونای خودم رو داشتم. واسه من نیشی رویای بچگیامون وقت کمه کاسته ها زیاد، کاش لاغل یکی بودی آب به ما میداد. وقت نداریم دیگه، خواسته همون زیاده، وقت نداریم، هیچ هم نیست یه لیوان آب دست ما بده، خدا وکیلی به ابوالفضل. تلاش
کاش کم بود نداشت شانس ما ایراد خیابون موندم و یادگاریات. میگه این بدشانسی و اینا چرت و پرته به نظره شایع. میگه تلاشمون کم بوده وگرنه بدشانسی تو کار نیست. خیابونم رو ما مونده یادگاریاش، حالا منفیش مثبتش. بودیم تو کام سایست کادیلک خودمو دارم برام وایس بادیگارد همه میذارن احترام نظامی دو شهر و یه روز جدید عشق است بگاریاش بکشین زیر. دیگه میگه که الان همه برام احترام نظامی میذارن، هر روزم یه روز جدید و عشق هست، دردسراش، مشکلاش، اتفاقات خوب بد برحال پیش بینی نمیشه کرد، ولی میگه عشق هست. منم میگم عشق هست دیگه، عشق کم معنی. چنل من تازه اوکی شده، ممنون میشم اگه سابسکرایب کنید و حالا یه لایکی کامنتی هم اگه گذاشتید که دمتون گرم. ایشالله. من خودم میدونم این ویدیو خیلی ساده است، خیلی مبتدیانه است، اصلا حرفه‌ای نیست، آماتوره، ولی خب جز اولین ویدیوهای منه و امیدوارم شما حمایت کنید، کمک کنید. منم کم کم تلاش میکنم که یه سری کارهای خفن‌تر انجام بدم و خب قراره ریاکتای طنزم اضافه کنیم و به حمایت شما احتیاج دارم. دم شما گرم. زمینم بزنیم من یه شیر هارم مثل تیر شکار بره سفت و زار نیستم شبیه آدم همه رفتن و من کردم سرم هرچی که دارم هم آماده باش هم تیکه پارم. خلاصه محمد رضا شایع خواننده مورد علاقه منه، به نظرم خیلی خفنه، خیلی تکساش جالبه. لقبش هم که شیر و پروردگار قلمه. به محمد رضا شایع میرسه خیلی چیزا. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این کلیپی که درست کردم. خوشتون هم نیومد ایشالله از کلیپ‌های بعدی خوشتون میاد. با ساب کردن چنل من ازم یه حمایتی کرده باشید. دمتون گرم. فعلا خدا نگهدار.